امروز توجیکستانی عزیز ما درباره هر یک پیامی که سرور دولتمون اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت معظم تاجیک محترم امام علی رحمان با دستور و سپارش خود که در هر یک خاک کف وطنی که مثلا برای آبادانی رشد دیار وطن تاجیکستان عزیز دستور و سبک‌ها و چیزایی که پیشنهاد کرده بود، امروز یکی از صاحبکار وطنی ما با نام علی مطلوب عمر علی که خدمت شایسته در تاریخ اینقدر زمین بیکار مانده، یکی از بازارهایی که نزدیک مردم نیاز مردم بود ساخته داد. ما رحمت میگوییم. من تا 1 هکتار باغ آباد کرد. در وقتهای سیل می اومد دایره ایلاک این دایره زد ماست ویران کرده بود. با سپارش جناب عالی دستور صاحبکارای وطنی ما رحمتی کلام به این صاحبکار میگیم که امروز خیلی برای رشد و ترقیات وطن عزیزمان بنیاد کردن بازار و راهها و ماسها خدمت باسازا کرده است. مینت خود را ما میرسونیم. من بینید که باغ‌ها پیدا شد، من دایره‌ها، من باغ‌ها، بازارها، این همه دستوری اساسگذار صلح وحدت می باشد که بزرگان میگویند تاجیکستان سر هر سنگت برایم وطن است. برای وطن عزیز بودنمان احسن هر یکی ما سبق جناب عالی را گرفته هر یک نهالی که میشنونیم امروزها آینده برای خلق وطن ما یادگاری و رشد و نمای ترقیات احسن میگوییم. بگذار صاحبکارای وطنی عبرت گرفته چنان آباد و درخشانی تاجیکستان را تمنا داریم. هزاران رحمت به همین صاحبکار وطنی و جناب عالی و کادرهای جوانای تاجیک من خدمت کردند. امروز ماست اینجا ریمون کردند، من تعمیر کردند که باعث افتخار ما است. ما عرض میnnتداری را میرسونیم از نام 50,000 نفر جماعت دهات گلستان. من همچون معاون رئیس جماعت دهات گلستان از نام 50,000 اهالی جماعت گلستان با صاحبکاری وطنی عمر علی مطلوب میnnتداری خود را میرسونم که سال 2024 در جماعت دهات گلستان مستقی از دوره شوروی از طرف بوستان به طرف گلستان مردم جماعت گلستان گشت و گذار میکردن. با دستگیری صاحبکاری وطنی علی مطلوب در مدت معین ساحل بندی کرده شد. مستقی به همه ما معلوم است با پورگی تامین کرده شد. از نام تمام مردم جماعت با صاحبکاری وطن دوست علی مطلوب میnnتداری خود را میرسونیم. چخیلی که دیدستیم از بالای ماست دو طرفی ماست رو با پورگی رشوتکه بندی کرده شد. از حساب صاحبکار علی مطلوب 1 کیلومتر راهی که از بالا میگذرد با پورا اسفالت پوش کرده شد. بازم یک بار دیگه میnnتداری خود را با صاحبکاری وطن دوست میnnتداری 50,000 اهالی جماعت گلستان رو با عمر علی مطلوب میnnتداری خود رو میرسونه. امروزها هر یک انسانی که کاری نکو میکند از شاعر شعر میموند و از رسام رسم میموند، از آدمان صاحبکار نام نکو میموند. برای آبادانی دیار من به دستگیری یکی از صاحبکار محترم علی مطلوب عمر علی طی 2 کیلومتر من همینجا دهه گلمزار در سالهای بهار باران سیل می اومدن با دستور همین صاحبکار اکی عمر علی مطلوب طی 2 کیلومتر من ساحل بندی شد که هم باعث افتخار است که چقدر مردم ها در او بهار 400 خانه ضرر آبخیزی دیدگی بود. امروز علاکه یکی از وارثانی که شدند برای حفظ آب خدمت باسازا کردند. ما عرض میnnتداری را به این صاحبکاری وطنی میرسونیم که غمخواری خلق با دستور سبق اساسگذار صلح و وحدت بهترین کارا این از روی ثواب کرده است که امروز مردم این دهه گلمزار
و بازاری که هست مردمایشان خیلی آسودند. ما میناداری خود را به این صاحبکاری وطنی از جانب دهات گلستان شهر وحدت با راهبری اون رئیس شهر وحدت که غمخوری ها میکردند و میگفتند که باید ما وطنمان را آباد کنیم. اکی میرزازاده اسماعیل این هم خیلی با مردم ها صحبت آبادانی وطن کردند. ما عرض و سپاس و میناداری را میرسونیم. باشد که همین صاحبکارا وطنی ما را همیشه درخشان آباد و صلح عمالی را پایدار بگرداند. ما دعاگو سعادت و سربلند باشین.